بله مردم کلاه سلام آیا پستای سلام سال نو مبارک باشه من یک کنسرت سال نوی به افتخار تمام پیر و برنای شهر کلاه تشریف لبای یک دوستی ازم یک کار کنیم ارچه را دیدید؟ بله دستی راست های شما؟ بله دست چپ های ما؟ بله خب کما هنری دستی راست ببینیم چی خیلی دستی راست دست با بالا یک قرصک ایسا ببیدید یک دسته رفته انا آوازه شبیه دیدی چی خیلی؟ چی نفهمیدن چی خیلی قرصک بود؟ دست چپ قطعی قباساش بسیار قرصک دستی راست دستی راست یک بار که دست با بالا قرصک انا چیت بفاره دیگه برادر لبای اهمیت با دست چپ بدین نزدیکای یک دو سه دست و بالا برادر از شما دیدم واقعا این مردم تشنه سرود و رقص و بازی و فرهنگ است. سلام عزیزان دل پیر و برنای شهر کلاب و مهمانان ارجمند اجازه دید همه شما را با آمد سال نو میلادی 24 تبریک میگیم با همون عمر دراز فیض و برکت رزق و فراز توانا میکنیم سلام 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 باز یک بار دیگر سلام دو بار دیگر سلام پس مرحبا یاران جانی با بزم ما با دنیای جوانی با دلهای شما فرخنده بادا نشاط ها سال جاویدانی سلام پر از مهر و محبت ما را پذیرا باشید همدیاران عزیز میمانان عزتمند حاضرین گرامی قدر میمانان از دور و نزدیک قدم رنجه کرده در این میدان زیبا همه شما را خوش آمدید میگیم به همه شما سلامتی و سربلندی و تن بیداد و دل بیگم از درگاه خداوند تمنا میکنیم جشن سال نو میلادی یک بار دیگر با تمام مردم کلابشهر با تمام مردم تاجیکستان مبارک واقعا عزیزان دل دیروز از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امام علی رحمان و ما و شما بار دیگر هدایت دادم مصلحت دادم که ما یکدیگر را باید دوست داریم این وطن را از چشم خاص نگاه کنیم حرمت کلاسالان پدر و مادران و دیگر چیزها را از این خاطر این چیزهایی که نامبر کردیم در کلاه فراوانی ای ارزانی ای حرمت کلاسالان در جای اول است و حرمت پدر و مادر باز بالاتر و بالاتر بین یک قرصک برای پدر و مادر ها میزنیم دستا ما قرصک میزنیم محترم رئیس عزیز رئیس گرامی قدر در سیمای شما به هزاران زیاد اهالی شهر کلاب موفقیت عمر دراز تمنا میکنیم کلاب شهر همه روزه مانند کتاب صحیفه خودشو دیگر میکنه یعنی آبادتر و زیباتر و قرصک برای مهنتکشان شهری کلاب انا دیگه که قرصک ها نبید خنداش بدن زنا این مردان زنا قرصکی خوب میزنن آفرین با شما باهاتون ده یک بار یک قرصک چی قرصک زده یکی راست میگی این زنو فقط نوی قرصک زنی به من قرصک قیقاس دارد زنکا در اینجا مردکا در خانه چشتین در اونجا مردکا در خانه استراحت میکنن زنات یک قیمت زن بسیار بلنده میدونیم زن عزت کردن در کار حرمت کردن در کار بالای سر برآوردن در کار چی با؟ گاه تا زنه میباشه 120 کیلو من چکو کنم دوست داشتن در کار دوست میداریم در تمام روی دنیا قیمت زن بسیار بلنده در تمام روی دنیا معلمه اولین فرزنده انمی زنان درست یک قرصک زنان درست قرصک درست شراب خانواده مثل این الچه سالینه روشن زنان درست شیرینی حیات زنان درست ستونی هر یک خانواده انمی ستون را دیدی انمی زنان نه درست چی با؟ ارواح مسافده رنجامی چی با؟ عصبی کردی آدم یعنی برای چی؟ زن ستون نمیشد کی ستون؟ مرد ستون نشوم مرد ولی شما ستونه؟ بله یه رود سفید از آن بدن نجم بکو؟ نجم به نکی داشت نکنیم چه خیلی ستونی خانه که هر روز در قدر کوچه خوابی؟ کی؟ همین موجود شدی در لباج خواب میکنی اگر یک فایز مردم باشه 99 فایز گشت علم
ستون خانه یک قرصک دیگه بزنه بالا قرصک. انا دیدی یک واقعا احترام زن والا چخلک میگن زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما نارسیده باده در جام میمانده ما زن اگر ما را نمیبخشید عمری بردوام به تخلص بی نسب به نام میمانده ما. عزیزان دل همه روزه باید ما مادران را یاد کنیم. هر کس برای مادر خودش مردم کلاه فقط دست بالا قسم. الا اگر زن اگر آتش نمیشد ای برادر زن اگر آتش نمیشد حال ما مردکان 3-4 زنه میگرفتیم. من نوشگیری کنم برای همه آتش بودنشون یک دولت. من همیشه آیلم احترام بکنم. همین زیباکی زن شخصا برای من در زندگی مهم نیست. همین زیباکی زن در زندگی مهم نباشه انشالله که در زندگی برکت ببینه. شخصا برای من زیباکی زن مهم نیست. آفرین. آدمی در قد و بست چشم و روی موی نیست. همین خاطر شخصا برای من زیباکی زن مهم نیست. خندت زن اخی تعریف کردیم اخی همین سام نگلارونه بیزیم نباشه. من نوشگیری کنم تو چی بودی؟ یک بالا ببری یک پایان ببری. یعنی بگو که احترامش زیاده زنده باشم. همین بزم و بازی شخصا برای همین زنا زیباست که برای زنا برای کودکان برای پیر و برنا برای اون نفرانی که در تمام قشرهای جامعه کار فعالیت کردن بازیگر این گونه خودسندی مبارک باشد. و از این خاطر همدیران ارجمند مردم شهر کلاب و مهمانان کلاب شهر با یک آواز میگویم تاجیکستان بپش تاجیکستان بپش تاجیکستان نهایت کار کلاب دسته روشن فرزند برای روشن. انا زنده باشیم. چون رگلامت ما امروز دست خالی نامدیم. ما امروز همراه بهترین و شناخته ترین دوست داشتنی هنرمندا آمدگیم. یک رگلامت میبریم به دنیای از تمام گوشه و کنار دنیا از تمام گوشه و کنار دنیا تمام هنرمندا قدم هنرمندای بهترین این روز دعوت شهر کلابشهر شدن و حالا میریم به دنیای رقص. بله چون رقص هم صنعت بسیار خوب است عالی است. و صحنه گل دختران بزمرای شهری دوشنبه. یک قرص میزنیم استقبال بگیریم. دست با بالا مرحبا.